زندگی را داده معنا اللهایت مادرم، شد سرودی زندگی ای با بقای مادرم. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنام. من امروز ما همراهی جماعی خود به دهه زیبا و خوشمنظره همیشه سرسبز و خرم و پر از انسان‌های مهمان دوست و مهنت دوست به دهه میرانقول تشریف آوردیم. امروز ما می‌خواهیم مادر مهربان خانواده را تبریک گوییم. تازه گلخاله را در خانواده روزی قلمک مهمان می‌شویم. آن لحظه ها را مانند هر روز پیشکش شما می‌کنیم. دوستان عزیز، بیننده های ما، تماشابینان عزیز، با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. من که جانیدم برایت همدم تنهاییم، من همیشه کودکم و پشت تو جای من است. من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. هرچه میخواهد پشت دنیا میشود، این طبیعت زیبایی در دلت جا میشود. مادر همه جا رو دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم بانوان میرانقول آهلیک عزیزی ما. من امروز در خانواده روزی قلمک فهمیدم که فرشته خاندان، دعاگوی فرزندان، چشمه مهر و محبت و صداقت بهر فرزندان امروز تازه گلخاله از مدرس داشتیم. شما را تبریک گویی آمده از نام فرزندان عزیز و اصیل، با یک مهنت های حلال، با یک زحمت ها، با یک مهربانی با ما رساندید که از نام آنها شما را تبریک گویی آمده. البته از نام ستارایتی، زمان گیرکه، میر شدکه، از نام داماد، از نام کلین ها میخواهم که تا دنیا باشد پدر مادر در سر ساق سلامت باشد. تا آمدن تاکید کردن که چقدر سخنهای نغزتان باشد اگر مادر من برسانه. بسیار هم ناز میبینیم، بسیار هم دوست میداریم. برای ما هر یک پدر مادر خود را فدا میکنند. نیز پدر مادر ما هم جوانی خود را، تمام هستیشان را برای ما فدا کردند. از هیچ کس کم نکرده ما را با وای رساندند. چقدر که خوردی ما بسیار هم زیبا گذشته است. مانند افسانه ها که حاضر میگویم، مانند افسانه ها پر از احساسات ها بود، پر از خرسندی ها بود. هر زادروز را، هر روزی خرسندی را با یک کیفیت اعلی میگذراندند. برای ما از همه زیاد خدمت کردند. رحمت برای بودنشان ما فخر میکنیم که فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر هستیم. این لحظه عظیم روز اعتبارا فقط در سر ما باشند شد، مهنت نکنند، خدمت نکنند، فقط باشند سر ما با دعاگوی باشند. رحمت برایشان میگوییم، برای بودنشان. مادر مهربان هم که امروز زادروزشان هست، ما برایشان چقدر تحفه ها بیاریم کم است که برای ما شبها را میجه ته نکردن، در سر گوهرای ما الله ها خواندند. دمی که ما بیمار شدیم، کسل شدیم، همراهی ما کسل شدند، ما را تبابت کردند، برای ما جان خود را فدا کردند. مادر مهربان هم مادر ارزنده ترین هستند. دوست می‌داریم مادر را تا دنیا باشد. همه هر بار از چشمه زلال میرانقول آب نشیم اگر خود مهر مادر را نشینگی بریم میشویم. دوست می‌داریم عزیزترین شخصیت را. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشاگیش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه است شاید از الله‌های مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینیش در رحم اوست، این رو صد داستان برایم.
از یک هجای مادر، از هر یک گفتنی های مادرم، از هر یک پندهایشان یک اثر نویسیم، یک داستان نویسیم می ارزد. حاضر من از خوردی ما را چخلی که کلام کردن، حاضر برای انامین فرزندان ما، برای نبیره هایشان انام خیلی مهر داده استادن، رحمت برایشان. پدرم پایم که چخلی که در بالا قید کردیم برای ما هستی ما، برای ما شاستون تلایی هستند رسانید که برایم بهترین مردی پدرجان، بسد مهرم بو پروردی پدرجان، مرا با مهنت و نانی حلالت کلام کردی پدرجان. و دستم هدیه میدادی با شوق، چو می گفتم چی آوردی پدرجان، بخواهم دایما سرسبزی ای تو، نبیند روی تو زردی پدرجان. روز کلامک تازنگان خاله امروز روز خورسندی، امروز زاد روزتان مبارک باشد. گفته یک تا کرسکی بخواد میزنیم امروز روز مبارک. البته تمامی زنبانوان عزیز را با یک جا جمع کنیم پرسیم برایشان از همه توفه، از همه پدرکای بی‌بها چیست گویم؟ مگر یکمش مهر و محبت میگویم. من امروز مهر و عاطفت و همین چیزها را دیدم. دویمش چیست؟ گلدسته زیبا برای مادران که خودشان گلی سبد خاندان ما هستند، گلدسته زیبا تیار کردند. مرحمت یک تا کرسکی بخواد میزنیم، گلدسته را میسپارم. مرحمت. روز کلامک چند سال شد که آیله بستید؟ چند سال بازه من صاحب آیله هستید همراهی خانه جان؟ من کافته از کوههای بلند گذشته، از آهلیک من یک خانه جانی عزیزی ما را انتخاب کردم. من چند سال شد؟ 33 سال شده. بعضی فرزندان گفتن که رمز عشق و محبت ما همین آیله‌داری را از پدر و مادر ما آموختیم. برایشان یک پرتره تیار کردیم. در آن نشبه خودتان یابید کنید یا لیلی و مجنون یا فرهاد و شیرین یا طاهر و زهرا کسی که باشد، لیکن رسم پدر و مادر ما نه. انمون پرتره تا تیار کردیم. از پدرم پرسید اثر نظم دگاشون را تیار کرده آمدیم. رسم چی باشد؟ رسم عاشقان لیکن لیلی و مجنون بودگیست نه؟ مانند شما نه؟ خیلی لیلی و مجنون برگشتگی صحراهای کوهستانی آهلیک با حاضر بکشویم پیش شما و نزدیکتر آمده پیش شما بکشویم پرسک زده یک جای یادم بوده بیسته من لیلی و مجنون میاد پرسک بذاریم کنی لیلی و مجنون باشه نگر خودشان هم نشان ده کنی خودی پدرم بیدن حقیقتا لیلی و مجنون لیلی و مجنون زمانه حاضره ما بگذار علمتین جوانیتان با خوش شخشکی و صحت سلامتی و این خاندان فیض و برکش و چشم نرسد و هر بار آمدن آخر تبریک گویم 120 سالگیتان ما فرزند ها قرض که یک توی کلام کرده میدهد شمایان در سر باشه. خداوندی کریم عمری دراز نصیبتان گرداند. حاضر نیت کرده در اینجا تارتی زیبا را تیار کرده البته نزدیکتر میبیاریم. مرحمت تارتا نزدیکتر میبیاریم. زادروزی 35 سالگیتان بوده است امروز من شیرینی را تیار کردیم کلا تیت فرزند ها با مرحمت بیاریم پیششان برد مبارک باشد. کلی لیلی و مجنون با هم تناول کنند نشید. فقط هر دویشان تناول کنند. بگذار دمی پیری و دولت پیری رو دیده گشته نصیب ندارد.
میشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا مبارک باشد. کاشکی دانم دوای چشمم تو شدی درد و دوای چشمم یادی بینم رهای عشقم تو بودی زرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا مبارک باشد. زاد روز مبارک وزن زیبا مبارک. اما جان ها اما آمد هم آمد میگن نرفته ایستید پیششون بایستید. شما همه خاندان کلانترینش پیری همه خاندان حاضر یک تا هر دوی امروزه جوانان بیم خطا نمیکنیم یک تا تبریک کنید. مرحبا. همین اکو ایلیم خوشه پید شود دولتا که به کمیتیا اسپاندکای اکو مول شود اکزک زیر بکا پیری با دولت شود حضوری بچی اکوشو نبینم خوشه پیر شود چی میکنم دیدن شما امان میدهید شما آمدید به درگاهی روزتون دادنشم. من امروز روزی کلون مولام شده ایستاده است. من این کلون مولا که روزتون به این روزی خورسندیشون تبریک و مبارکباد نموده به اینها صحت سلامتی عمری دراز آرزومندم. الهیم همه وقت بیاتون خوشش پیر شویتون حضوری بلای چپیکا بینتین این بعد فقط روزاکای نقص تویاکا دا بینتین. رحمت رحمت مرحبا. نوروزی نماران گمانیانی خور از بونجا دهان شده ببرچی می خراب ای ملدیس رحمت مایانبر همه جان ها گذارید به حضور جاتان با گذاریتون حاضر در اینجا تبریکات ها بسیار است. از آمی فرزند ها از آمی کلید پاشا ها سخن های تبریکاتی را میشنویم. ستارایتی زمان گیرکه مرشدکه مرحمت کلید ها یک جای نزدیک شده استادیونشان بر یک تا سخن های نغز و نیکتان را میشنویم. مرحمت به نزدیک پدر مادر نزدیکتر ایستید. مرحمت مرحمت. السلام علیکم هم مردم بیجان الهی صد بدره دستر دادم ساق سلامت کرده دستر ماها میورات که ما الهی هیچ وقت سرتون درد دلختون غم نبینن هرچه گیرم نکو نه هرچه گیرم نکو السلام علیکم خیجانده من امروز روزی مادرم ایستاده در مورد خوش آمدید حاجی سر پدرم دولتم مادرم جنتم پدر دریا بوده است مادر آبیان پدر دنیا بوده است مادر زیبی آن پدر آفتاب بوده است مادر نوری آن پدر دریا بوده است مادر آبیان رحمت کلام میجان صدادوری دیگه خوشا پیر کنی وقت ما صبح سلامت همه وقت گرده همه وقت خوشی برسند. مرحمت رقصش کرده این کس خدا خواهد گذارید پیششان با مرحمت سخنهای تبریکاتی. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاهی خواهر عزیزم. من امروز زادروز دارم الها روز قلقتی خوش پیر شوم
پیر به دولت شوند. همه وقت سایبان سری فرزندها شده، فرزندها در گرد اینها همه وقت فراوانه باشند. تازگو چه آرزویی که در دل داری همه وقت جامعه عمل باشد. روز خلقتی همه وقت خوشا پیر شد. الهی این صدی بصفت داری. هیچ وقت روزکای بدنگی همه وقت این روز گندات من همیخیلی باشد. مادر به جان برابر مادر، دوباره به کس مشق میسر. مرحمت آغوش کرده تبریک کردنتان ممکن است. مرحمت. امروز روزی خورسندی است. خیلی پادشاه ها تبریک میکنند. مرحمت. السلام علیکم. من امروز دادچوز بیرلا جانم شده ایستاده است. من میخواهم که بیرلا جانم 100 ساله شده لعمه کن که خوشه پیر شده حاجیانه حاج بابا شده گرده. رحمت. کنی نبیره ها شاید از یک تدگی میونه جانشون با پیششون بیسید تا رفته پیششون با هم نبیره ها نزدیک شده ایسید که اینها گوهرکانی چشم هستند. مرحمت. آنجانی من مهربانی من دادم کلام کرده بیم کلام کرده شما در رحمت سخت روی فرشته ما خون سیفته گیره نکن آنه جانی آنه جان سر بدره آنجا صدره گو آنجانی من مهربانی من دادم کلام کرده بیم کلام کرده شما در رحمت سخت روی ای رحمت من تحصیل شده کنیم کم تبریک میکنیم ای رحمانه البته از همین خواهرانشان سخنهای نفس نیک رو میشنویم. زیبی خونه مرحمت سخن تبریکاتی از زبان شما. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز روزی خواهر من تازگو الهی اول صحت سلامتی عمر دراز همه وقت روزای خورسندی شود. یکاتون پاچون کدید خوشه پیر شود الهی همه وقت صحب و سلامت گردید. این کسم تبریک کنم مهمانان عزیز بار دیگر امروز روزی خورسندی این خانواده و خانواده روزی خلمک با خوش آمدن میگویم. با یک گلدسته زیباشان مانده است از نام نبیره ها. مرحمت سپارید کنید آنها جانشان بر تیتان گل آنها جانشان بر. حاضر همه سخنهای نفس و نیک را شنویدیم. می ارزد که به قلب نزدیک انسان تبریک کند در روز خورسندی. علاقه اساتی 12 شب باز تبریک ایستیده خدا خواهد شیراز کردید. حاضر تشکر کرده تبریک کنید کنید. مرحبا. رقصش کردی تبریک میکنیم. خدا خواهد بیرون برآمده شروع کرده امروز روزی باز ما امروز روزی خورسندی زاد روز رو با درجه اعلا میگذرانیم. هم تو عدر و دروازه در آمدن با یک طبیعت زیبا یک آباد و هوایی تیز زیبا و فارغ و کوهستانی در خانواده شما همون یک نمودی جنت رو بینیم خطا نمیکنیم. یک جای در همون باد و هوای زیبا میرقصیم خورسندی میکنیم. امروز هم باز را دوام میدهیم. زاد روزتان مبارک باشد. مرحمت. رفتیم
که خدا از تو شکایت کردم قصه شده تو دفترم از شب تو را میخوندم تو من بالا بگفتی که بهان میموندم جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من بابا به شعر شبای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من بابا به شعر شبای من بله بله Hey!
سردارم خیلی سردارم خیلی
زندگی دریاست دریا بگذرد، عاشقی سوداست سودا بگذرد. چون تماشای این جهان یک نوبت است، نوبت ما و تماشا بگذرد. بیننده های عزیزی ما، من امروزه این لحظه که پیشکش شما کردیم با آخر رسید. در خانواده روز قلمک مهمان شدیم، مهمانداری کردن، تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را در آن زرورقان تاریخ خود مهر ساخته پیشکش شما عزیزان کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، با شبکه شهنام که پر از احساسات، پر از تحفه های سورپرایز ها در خاندان شما مهمان میشویم. همیشگی پوزیتیو و خرسندی میبخشیم. رحمت برای باوری، رحمت برای مهمانداری. رحمت شما سلامت باشید. رحمت معنیش رحمت بیای طرف ما. خوش. امیدم حیاتم توی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی، ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. پریشان افتان و خیزان، از رنج دنیا از بحر مایان، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را، بحر جهان آرازی ما را، بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم موا ندارد، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم، شیرین
زبانم مادرم ای مهربانم مادرم. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز